дар ин дарси англисӣ дӯстон мо бо шумо чӣ гуна дар телефон гап заданро меомӯзем. Мо бо шумо калимаҳое ки вобаста ба занг задан, бардоштан дигару дигар ин калимаҳоро меомӯзем. Мо бо шумо фразаҳо ва ҷумлаҳои пурраро ки дар рафти суҳбат дар телефон бораи мо лозим мешаванд, мо онҳоро бо шумо меомӯзем. Сар мекунам дӯстон аз калимаҳои ки дар суҳбати телефонӣ ва мо лозим мешаванд донистани онҳо. Якум калима ин pick up аст. Pick up ин бардоштани телефон мешавад. Шахсе ки ба шумо занг мезанад ва ана ҳамон ҳолате ки шумо тугмаи савзро пахш мекунед ва гап мезанед, ана ҳамон ҳолатро дар забони англисӣ мегӯянд pick up, яъне телефонро бардоштан. Дар тоҷикӣ мо мегӯем ки телефонатро бардор, ё ки чаро ту телефонатро намебардорӣ. То есть pick up your phone ё ки why don't you pick up your phone? Барои чӣ телефонатро намебардорӣ. Калимаи дуюм hang up. Hang up ин баръакс куштани телефон аст, хомӯш кардани телефон аст ё ин ки хомӯш кардани занг. Яъне вақте ки шумо гапро бурд кардед бо телефон, шумо метавонед онро hang up кунед. Hang up ин тугмаи сурхро пахш кардан аст. کلمه hang در زبان تاجیکی خودش آویزان کردن ترجمه می شود و تاریخ این کلمه از آنجاست که پیش از تلفن های موبیلی که ما داریم تلفن های گویم خانگی بود و آنها تروبکه های کلان داشتند. بعضی از آنها در دیوار آویزان بود، بعضی از آنها در بالای گویم یک استال مخصوص که آنها را در آنجا میموندند و وقتی که گویم تروبکه را میموندیم در آنجا یک تومچه مخصوص بود که آن را زیر میکرد و تلفن خاموش میایستاد. اگر آن را میگرفتیم و تلفن گویم گریان وانمود میشد و تلفن همون وقت بند بود، زنگ زده نمیشد. و باز هم گویم تاریخ دیگرش از اون است که گویم خانچه های تلفنی که در انگلیس هست سرخ، در آنها تلفن ها هم وقت آویزانند. وقتی که شما بود میکنید سخن خود رو، شما انا همون تروبکه رو در آنجا آویزان میکنید در آنجا. این کلمه گویم از همون جا آمده است، یعنی hang on یا که hang up، این آویزان کردن یا که کشتن تلفن است. کلمه سوم to call این زنگ زدن است. to call باز هم سینونیم‌های دیگر دارد، با مانند یگان کس را فریاد کردن یا که نامگیر کردن call و در این موضوع call این زنگ زدن است، یعنی please call me، لطفاً با من زنگ زنید. باز هم کلمه دیگر است to return a call یعنی برگرداندن تلفن یا که برگشته زنگ زدن. To return a call این حالتی است که وقتی که یگان کس به شما زنگ میزند و شما تلفن رو برداشته نمیتونید و بعد از آن شما با اون برگشته زنگ میزنید، یعنی یکم مرتبه شما تلفن رو نگرفتید، شما پیک اپ اون رو کرده نتونستید و برگشته شما return a call میکنید، یعنی برگشته با او زنگ میزنید. و باز هم هست کلمه دیگر to call back، این هم مانند است با return a call، اما call back این در حالتی استفاده می شود که شما گویم با اون شخص یک بار گپ زدید و برگشته با او یگان جواب را میگوید. فرض کردیم میشود حالتی که به شما میگویند که فلان چیز و با من زنگ زن و شما میبینید انیق میکنید و call back میکنید، برگشته با او زنگ میزنید. و باز هم میشود حالتی که گویم شما گپ زدن نمیتونید، شما میگوید که can I call you back، یعنی من میتونم با شما دیرتر زنگ زنم. Can I call you back? They don't call you back in an hour. Can you back after meeting، یعنی بعد از آخری با شما زنگ زنم. کلمه دیگر put someone on hold. Put someone on hold این حالتی است که وقتی که شما در تلفن گپ زده ایستادید یا اون کسی دیگر شخص سوم با شما زنگ میزند و شما میگوید که یک دقیقه است، یعنی تلفنتون رو خاموش نکنید، من اون را جواب میدهم و با شما زنگ میزنم. در این حالت یعنی وقتی که سه کس در خط علاقه میشود، شما شخص یکم رو hold on میکنید، یعنی put someone on hold، اون رو در حالت منتظری میمونید و با شخص دوم میگوید که can I call you back، یعنی من میتونم با شما دیرتر زنگ زنم و بعدا شما شخص یکم رو از hold on میگیرید و با او صحبت رو دوام میدید و بعد از اون که بود کرده شما return a call میکنید، یعنی که call back. و کلمه دیگر این to dial است. to dial رقم چینی کردن ترجمه میشه. وقتی که شما رقم رو در تلفن خود میگیرید زنگ میزنید به یگان کس، انا همون حالتی رقم چینی کردن 918 فلان 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 فلان، این رو در زبان انگلیسی میگویند که رقم چینی کردن در زبان انگلیسی. این است دوستان انا همون کلمه هایی که ما تلفن کردن استفاده میبریم. و اکنون دوستان میگذاریم با فرازه و کلمه های اساسی که در عینی در حالتی
صحبت کردن با دیگران ما استفاده برده میتونیم آنها رو می‌آموزیم. برای بهتر و خوبتر فهمیدن شما این کلمه ها رو من برای شما حالت رو اولا میفهمونم، برای اینکه تاجیکی آن رو بخونم میفهمونم و بعدا برای اینکه انگلیسی آن رو میگویم. یعنی وقتی که بیان کس برای شما زنگ میزند و شما تلفن رو میبردارید، شما میگوید لابای الیو گوش میکنم و دیگر. در زبان انگلیسی نیست شما واریانت های گوناگون دارید و من 4 واریانت رو برای شما میگویم. یکم واریانت شما میتونید بگویید که سعدی is on the phone. سعدی is on the phone یعنی سعدی در تلفن است، سعدی گوش میکند. دوم hello یعنی که yes یعنی که I'm listening یعنی من گوش کرده هستم. یعنی این حالتی است که شما تلفن رو میبردارید. و میشود حالتی که شما میخواهید دانید که کی با شما زنگ زده است. شما میتونید بگید که who's calling در تاجیکی ما میگویم که شما کی ده زنگ زدن یا که شما کی هستید. در زبان انگلیسی ما میگیم who's calling یعنی که could I ask who is calling. یعنی که باز هم نام شما چی است. در زبان تاجیکی میگیم شما کی، نام شما چی است. در زبان انگلیسی ما میگیم که could you tell me your name please. لطفاً شما میتونید نام خود رو با من بگویید. Could you tell me your name please. این فرق نداره. شما میتونید این رو از تلفن بیم اداره استفاده برید، از تلفن شخصی استفاده برید، یا اینکه از تلفن فرض کردیم در عائله در اون کس با شما زنگ میزند و وای رقمی ناشناس شما میتونید بگید که شما کی هستید، نام خود رو بگویید یا اینکه خود رو شناس کنید. اکنون میگذاریم با شخصی که زنگ زده است. اگر اون شخص شما باشد یا اینکه شما بعد از اونی که گفتید که who's calling یعنی کی زنگ زده است با شما میتونن چنین جواب دهند. یعنی میگویند که من سعدی ام یعنی که من فلانی ام و من میخوام با فلان شخص گپ بزنم. This is John, this is سعدی, this is me. یعنی این هست من، این هست سعدی، این هست. این شما خود رو میتونید چون شناس کنید. وقتی که زنگ زدید با شما گفتن که شما کی هستید، شما میتونید بگید که this is سعدی is calling. This is John McClane for Agent Bowman. و اگر شما با شخصی زنگ زده استید که یکم بار با او زنگ میزنید با او شناس نیستید، یا اینکه گویم انا همون شخصی که با شما زنگ زدید فرض کردیم با دوستتون زنگ زدید و پدرش گرفت یا اینکه مادرش گرفت یا اون کس دیگر، شما میتونید گویید که من میخوام با فلان کس گپ بزنم. در زبان انگلیسی اون رو میگویند can I speak with من میتونم با فلانی گپ بزنم. can I speak with سعدی. Hello? Yes, could I speak with President Carter please? یا اینکه I'd like to speak to من میخوام با فلان کس گپ بزنم. I'd like to speak to. اگر شما خطا کرده باشید در حالت دایل کردن خطا کرده باشید و شما میتونن گویند که you have dialed a wrong number یعنی شما خطا زنگ زدید، شما خطا کردید. و اگر شما درست زنگ زده باشید و آن شخص رو گویم با تلفن دهند با شما میتونن گویند که I'll put him on یعنی 1 دقیقه ایستید من تلفن رو با اون میدهم. I'll put him on. یا اینکه باز هم واریانت دیگر شما رو در حالت منتظری میمونن میگن که 1 دقیقه منتظر شوید، این حال تلفن رو با او شخص میدهیم. یعنی hold on a sec. Hold on 1 second. یعنی که شما نیز میتونید این واریانت رو استفاده برید این کلمه رو وقتی که میخواهید که شخصی زنگ زده ایستاده با شما رو منتظر شود. فرض کردیم با شما دفتر در کار میشد و قلم، شما میتونید بگید که hold on a sec please. Hold on 1 second. Hold on a sec please. یعنی لطفاً 1 دقیقه منتظر شوید. اگر شخصی که شما میخواهید با او گپ بزنید دسترس نباشد، در آنجا نباشد، در کار نباشد، اینکه در خونه‌اش نباشد، با شما میتونید بگید که he or she is not available at this moment. He or she is not available on. یعنی وای دسترس نیست، وای در خونه نیست، یا اینکه دیگر دار، یا اینکه she is not at home yet. She's not home yet. Who's calling? She is not at home. یعنی شما گپ زدن نمیتونید افسوس. و وقتی که اون شخص در خانه نیست با شما میتونید بگید که با او چی گویم. در تاجیکی میگیم که بگیم کی زنگ زد، یعنی با او چی گویم. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? یعنی شما با او یگان SMS یگان خبر میمونید، یعنی با او چی گویم. Sir, would you like to leave
اگر در آفیس باشد این جای کار باشد کمی رسمی و شما میگن که would you like to leave a message یعنی شما یگان SMS میمونید یعنی من یگان چیز نوشته با او هم اگر شما خواهید میگوید که yes اگر شما نخواهید اکثر وقت یک مسیج عمومی است که شما میتونید که گویید که با من زنگ زند در زبان انگلیسی این رو میگویم could you ask him to call me یعنی could you ask her to call me یعنی با او میتونید گویید که با من زنگ زند ابرادن برگشته با من زنگ زند وارینت دیگر اگر خود شما باشید و وقتی که با شما زنگ میزنن شما گپ زدن نمیتونید به نهایت بند است یا اینکه گویم در یک جای هستی که غوغا است و شما شنویده نمیتونید شما میتونید گویید که can I call you back یعنی من میتونم با تو دیرتر زنگ زنم can I call you back Can I call you back? من میتونم با شما دیرتر زنگ زنم یعنی که I will call you later I will call you later این دوستی شما هست فرض کردیم شما تلفن رو میبرید و میگوید که با تو دیرتر زنگ میزنم یعنی که یک دقیقه پس زنگ میزنم یا کمتر پس زنگ میزنم به جواب به سلام علیک در زبان انگلیسی میگویم که I will call you later I will call you later میشود حالتی که شما گویم انا همون نطق رو نمیفهمید خوب شنویده نمیتونید شما میتونید که نفهمیدم یعنی که میتونید یک بار دیگر بگویید که اثر گپ زنید در زبان انگلیسی این رو میگویند I'm sorry could you repeat that could you say it again could you repeat could you speak up این بلندتر گپ زدن است could you repeat that این تکرار کردن است could you repeat one more time یک بار دیگر این گفته‌هایت رو گویید I'm sorry, sir. Can you repeat that? یا اینکه اگر گویم شخصی که با شما زنگ زد شما اون شخص رو میدونید اما رقم های ناشناس است شما میتونید بگید که where are you calling from where are you calling from یعنی شما از کجا گپ زده اید Where are you calling from? Where are you calling from? Where are you calling from? این است دوستان آن همه عباره ها آن همه کلمه هایی که ما در رفتی صحبت در تلفنی استفاده برده میتونیم و اگر یگان کلمه دیگر رو شما گویم میخواهید استفاده برید و ما اون رو در این درس نگفتیم اون رو حتما در کامنت نویسید من با شما حتما جواب میدم و اگر میخواهید که چنین درس ها چنین لایف ها بسیارتر شوند پس موضوع هایی که شما میخواهید با آنها صحبت کنید اون رو در کامنت نویسید و تا درس دیگر دوستان در اینجا شما میتونید انگلیسی در ایرپورت یعنی همه کلمه ها همه فراز و دیالوگ هایی که در ایرپورت شما استفاده برده میتونید آن را تماشا کنید و باز هم اگر میخواهید که نطق شما خوبتر شود و بهتر شود و در عموم گپ زدن رو بهتر یاد گیرید این درس ما رو در اینجا تماشا کنید که در اینجا ما کلمه هایی را جمع آوری کردیم که آنها رو گویم شما در هر روزه نطقتون استفاده میبرید و به آنها شما گپ زدن میتونید تا درس دیگر دوستان بای